ایده تئاتر لختک چه گویم ایده به سر آمد که در همین جای تئاتر خالی شده یک تئاتر الهیده لختک تشکیل کرد. ایده ما قبول شد و ما در بعضی یعنی که در تئاتر خالی شده سابق تئاتر اتم جنوب ما تئاتر لختک تشکیل کردیم. از 27 دکبر فرمان رئیس ولایت ختلون تحت رقم 252 یعنی که به امضا رسید. ینوری 2018 الکی من به حیث دیرکتور تعیین شدم. هنرمند تئاتر لختک بودن پیش از همه باید آوازی با قوت باشد، حرکت های جذاب داشته باشد. همین کودک وقتی که کودک طفل است البته برای افسانه میگوید، البته برای لختک نشان میدید و من گمان میکنم که رسالت تئاتر لختک در اساس افسانه های خلقی اثر می آفرند و صحنه میگذارند و کودکان بینیت تیز قبول میکنند و از همین سبب من گمان میکنم که اساس همه تئاترها این تئاتر لختک است. وقتی که هنرمند به صحنه میبراید و بازی میکند یگون نقش میآفرد، وقتی که او را گوش نمیکنند این عموما برای تئاتر برای انامون هنرمند این فاجعه است. گفتی رسو پروال است. هنرمند اصیل باشد اگر و خواه نخواه مردم به تماشای وی می رود و مثل استاد شادروان علاءالدین عبداللهیف منه ما کجایی که نمی رفتیم اون کسا علاقه خلق عادی هم می شناخت. هنرمندی که در حقیقت کسبش رو دوست دارد، از همین مشکلی ها نترسد، از بالای خودش کار کند، استعدادش سیقل تید و همون تماشابینی که آماده میشیند با همون ابرز آفریدگیش باور کند هستن تماشابینا. آدم ایجادکار باید که هم استعداد داشته باشد هم کوشش غیرت. استعداد داری و حوصله و شوق و هوس نداری و استعداد میمورد در وجودت.